مثلا احکام طلاق در قرآن بیان شده ولی نه تفصیلات و جزئیات کاملش در قرآن بیان نشده. احکام عده زن و اینا بیان شده بحث مسائلی ولی جزئیات دقیق آن در سنت بیان شده. یعنی در هیچ موردی نیست که ما از سنت بی‌نیاز باشیم. پس یکی از روش تبیین قرآن تبیین سنت برای قرآن این است احکام مجمل قرآن را تفصیل میدهد و جزئیات را بیان میکند. و یکی دیگر از احکام این است که مثلا گاهی احکامی در قرآن به صورت عام بیان شده به صورت عمومی، اما نگاه میکنید در سنت تخصیصی وجود دارد. مثلا خدا فرموده در مورد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پروردگار به شما وصیت میکند در مورد فرزندانتان که برای پسران مثلا 2 برابر دختران داده شود. البته این من در تفسیر سوره نساء بیان کردم گاهی وجود دارد که مرد نمیبرد زن میبرد، گاهی پیش میاد که مرد بیشتر از زن بیشتر از مرد میبرد، یعنی موارد دیگه. این موارد هم هست که در تفسیر سوره نساء من بیان کردم این مسائل. بعداً در اینجا به صورت عام خدا فرموده برای شما را سفارش کرده پروردگار که در مورد فرزندانتان این گونه ارث را تقسیم کنید. اما در سنت بیان شده که فرموده نحن معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقه. میگه ما گروه پیامبران کسی از ما ارث نمیبرد، هر چی باقی گذاشتیم صدقه است برای مسلمان. تمام. پس در اینجا این حکم اگر ما اینو بگیریم باید بگیم باید رسول الله صلی الله علیه و سلم اموالش تقسیم شود. الان که شیعه ها در فشار آوردن میگن سهم فاطمه را ندادن، سهم ارث فاطمه را ندادن. خیلی خوب، ارث نداره فاطمه. رسول الله فرموده ما ندادیم. ما ترکناه صدقه لا نورث، کسی از ما ارث نمیبرد. اصلا ارث هم ببره اصلا یک موضوع بلا معنی هست، بدون معنی. الان ارث فاطمه رو به کی میخوای بدی؟ به اولادش میخوای بدی، هر کدوم 1 میلیمتر بهش میرسه. مثلا تو چیکارش بکنه؟ نه اصلا اون نیست. در همون روزم مثلا در زمانی که رسول الله فوت کرده الان مثلا دیگه تمام. اگر مثلا کسی بیاد درخواست ارث کنه دیگه ارث نداره. میگه آقا و میگه خدا نفرموده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میگه بله این فرموده ولی بعدا پیامبر فرموده ما ارث نمیبریم. هیچ پیامبری ارث نبوده. پس انبیاء ارث پیامبران چی بوده؟ علم بوده. این ما ورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم. انبیاء فقط علم را به ارث گذاشتند.